به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب و صحتمند و سالم باشین. بخیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شاگردای عزیزی که در صنف حضور دارین همگیتان خوب هستین؟ آماده یک درس جدید هستین؟ بله استاد. بسیار عالی. خوش آمدین به یک درس دیگه. ما در مضمون فیزیک در صنف نهم ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون فیزیک میخوانیم. یک درس جدید از فصل جدید را در مضمون فیزیک میخوانیم. فصل دوم کتاب فیزیکتان روز قبلی تمام شد و ما امروز فصل سوم را شروع میکنیم. شما در دو فصل قبلی با دو نوع حرکت در علم فیزیک آشنا شدین. در فصل اول با حرکات مستقیم الخط یک بعدی آشنا شدین. تانستین که در حرکات مستقیم الخط یک بعدی موقعیت را دریافت کنید، تغییر موقعیت را دریافت کنید، سرعت متحرک را، شتاب یک متحرک را و یا هم سرعت متوسط یک متحرک را دریافت کنید. با استفاده از فرمول هایی که وجود داشت واحداتشان را فهمیدیم که هر کمیت چه واحدی داره و چگونه اندازه گیری میشه. مثال هایش را کار کردیم. در فصل دوم با نوع دوم حرکات آشنا شدیم. از جمله حرکات اهتزازی بود که حرکات اهتزازی عبارت از نوعی از حرکات می باشه که در زمانهای متوالی به شکل رفت و برگشت به صورت تکرار شونده انجام میشه. یعنی به حرکات تکراری هستند که به شکل رفت و برگشت انجام میشه. فهمیدین حرکات اهتزازی میتونه دارای سه مشخصه عمده باشه: دامنه اهتزاز یا امپلیتود، پریود اهتزاز یا مدت زمان تناوب یک اهتزاز و همین قسم فرکانسی اهتزاز می باشه. فهمیدیم که حرکات اهتزازی هستند که باعث تولید امواج میشن. همین بالا و پایین آمدن آب دریا عبارت از امواج می باشه. امواج به خاطر تولید شدن نیاز به یک منبع مهتزاز داره، یک جسم اهتزاز کننده داره تا موج را ایجاد کنه و همین قسم به خاطر تولید شدن یک گزینه دیگه ای که در امواج وجود داره ای است که محیط مادی باید موجود باشه. امواج قابلیت انتشار را هم داره. یعنی چی؟ یعنی قابلیت ای را داره که از یک نقطه به نقطه دیگر انتشار کنه. به خاطر انتشار امواج نکته بسیار مهمی که هست این است که باید محیط مادی موجود باشه و از همه مهمتر هر ذره‌ای که موج را انتقال میده دارای انرژی باشه تا همین انرژی یک ذره به ذره بعدی منتقل شوه و موجها یا امواج انتشار کنن. فهمیدیم که مثل دیگه حرکت ها در علم فیزیک امواج را هم میتونیم سرعت انتشارش را دریافت کنیم یا سرعت انتشار امواج را میتونیم دریافت کنیم. سرعت انتشار امواج را چگونه میتونیم دریافت کنیم؟ به گونه‌ای میتونیم دریافت کنیم که فاصله بین منبع ایجاد کننده موج الا محل دریافت موج را اندازه گیری میکنیم و همین فاصله را تقسیم مدت زمان انتشار موج میکنیم، سرعت انتشار موج حاصل میشه. فهمیدیم که آوازها، صداها از جمله امواج میباشند، به نام امواج صوتی یاد میشن. در اثر اهتزاز تارهای صوتی در حنجره ما ایجاد میشن. انسان ها صداها را با شنیدن توسط حواس شنوایی خود به دو دسته میتونن تقسیم کنن: آوازهای خوشایند و آوازهای ناخوشایند. و مسئله دیگه که وجود داره محدوده نرمال شنوایی انسان بود که انسان ها قابلیت شنوایی صداها یا امواج صوتی را دارند که بین فرکانسی 20 هرتز الی 20,000 هرتز باشه. یعنی صداهایی با فرکانسی کمتر از 20 هرتز و صداهایی با فرکانسی بیشتر از 20 هرتز قابل شنیدن توسط انسان ها نمی باشه. به شکل کلی یک مرور بسیار مختصر روی فصل اول و فصل دوم داشتیم. امیدوار هستم که درس ها را از ابتدای کتاب تا جایی که خواندیم تکرار کرده باشین و همین قسم سوالاتی که براتون ایجاد شده باشه اونا رو یادداشت کرده باشین که از من بپرسین. حالا از شما میپرسم در درس های قبلی و در فصل های قبلی که سوالی یا مشکلی نداره؟ نه خیر استاد. بسیار عالی. خوشحال هستم که دو فصل اول را یاد گرفتین. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید.
ما امروز با همدیگه فصل سوم را شروع میکنیم. در فصل سوم در مورد جریان برق و مشخصاتی که میتونن جریان برق و دوره های برقی داشته باشه قرار است که بخوانیم و معلومات حاصل کنیم. شاگردای عزیز، عنوان درس امروز ما جریان برق می باشه که این درستان شامل صفحات 33 الی 35 کتاب فیزیکتان هست. قلم و کتابچه پیشتان حاضر آماده باشه. نکات مهم و اساسی درس را یادداشت کنید. به شکل کلی اهداف ما در درس امروز این هست که بفهمیم جریان برق چی هست، جریان برق چگونه ایجاد میشه، سرکت برقی چی هست و یک سرکت ساده برقی دارای کدام اجزا می باشه. اهدافی داریم که باید در ختم درس خود به همین اهداف خود برسیم. قبل از اینکه بیایم و براتون جریان برق را تعریف کنم و بگویم که جریان برق چی هست، شما هر زمانی که سویچ گروپ را در اتاقتان روشن میکنید باعث روشن شدن گروپ میشه، و یا اگر یک پکه را به برق میزنید باعث به حرکت آمدن پکه میشه، یا اگر اتوی را به برق میزنید باعث گرم شدن و آهسته آهسته داغ شدن اتو میشه، و یا هر وسیله دیگه ای که از جمله وسایل برقی باشه و شما به برق وصل کنید این وسایل را باعث ایجاد یک حرکت یا باعث به کار آمدن همین وسیله و یا انجام کار توسط وسیله میشه. خب همین جریان برق چی هست که توسط وسایل مختلف میتونه به یک کار تبدیل شود؟ شاگردای عزیز، شما از صنف‌های پایین‌تر میفهمین که تمام موادی که در اطراف ما وجود داره متشکل از اتم‌ها، مولکول‌ها و ذرات میباشه. فلزات هم از جمله موادی هستند که دارای ذرات می باشند و در فلزات ذراتی که وجود داره، الکترون هایی که در داخل فلزات وجود داره یک حرکت های جزئی نامنظمی می داشته باشند. به شکل کلی زمانی این حرکت فلزات منظم میشه که به جریان برق وصل شود. زمانی که یک فلز را شما به جریان برق وصل میکنید، قوه‌ای که توسط جریان برقی بالای فلز وارد میشه باعث حرکت منظم همین الکترون ها میشه. یعنی قبل از اینکه فلز به برق وصل شود دارای الکترون هایش یا همین الکترون هایی که در داخل فلز موجود است حرکت نداره. زمانی که به برق وصل کردین، جریان برق باعث ایجاد قوه بالای فلزات میشه، بالای الکترون های موجود در فلزات میشه و این الکترون ها را به حرکت میاره، به حرکتی به شکل بسیار منظم. الکترون ها شروع میکنن به حرکت از جایی که منبع برق را دریافت میکنن، از جایی که قوه برقی بالایشان وارد میشه از همون قسمت شروع به حرکت میکنن و این حرکت را به شکل یک دوره مکمل طی میکنن. شاگردای عزیز، قبل از اینکه براتون جریان برق را تعریف کنم، ببین به شکلی که براتون نشان میدم خوب دقت کنید. در این شکل شما یک دوره بسیار ساده از جریان برق را میبینید. در این دوره چند عدد سیم یا لاین وجود داره، یک گروپ وجود داره، یک بطری وجود داره و یک سویچ وجود داره. توسط سویچ شما همین گروپ را روشن و خاموش میکنید. بطری چی هست؟ در حقیقت منبع ایجاد جریان برق می باشه. از بطری هست که جریان برق شروع به انتقال میکنه و گروپ چی هست؟ منبع مصرف کننده جریان برق می باشه. یعنی جریان برق توسط گروپ مصرف میشه و زمانی که جریان برق توسط گروپ مصرف شد گروپ روشن میشه. خب زمانی که شما این دوره را بسته میکنید، جریان برق از کجا شروع به حرکت میکنه؟ از بطری. از بطری شروع به حرکت میکنه، در لاین، در سیم که وجود داره حرکت میکنه، از گروپ میگذره. اگر شما سویچ را روشن کرده باشین یا قسمت روشن کردن سویچ را فشار داده باشین از گروپ میگذره. زمانی که جریان برقی که توسط بطری ایجاد شده از گروپ گذشت باعث روشن شدن گروپ میشه. وقتی گروپ را روشن کرد دوباره جریان برق متوقف نمیشه، به حرکت خود ادامه میده، در قسمت باقی مانده لاین یا سیم حرکت میکنه و دوباره به بطری میرسه. شاگردای عزیز، در صورتی که همین دوره بسته باشه، الکترون ها در یک دوره بسته میتونن حرکت کنن. میفهمیم که جریان برق توسط همین حرکت الکترون ها ایجاد میشه. وقتی من براتون میگم که جریان برق انتقال میکنه، یعنی همین الکترون ها حرکت میکنن و جریان برق رو توسط خود انتقال میدن.
بنابراین حرکت الکترون ها تنها زمانی صورت گرفته میتونه و تنها زمانی گروپ روشن شده میتونه تا دوره بسته باشه. یعنی یک نهایت سیم با یک نهایت بطری و نهایت دوم سیم با نهایت دوم بطری وصل باشه و در قسمت های وسطی سیم هم سویچ و منبع استفاده انرژی برقی یا منبع استفاده برق یا جریان برق که همون گروپ هست باید موجود باشه. بنابراین در صورتی که دوره بسته باشه الکترون ها شروع به حرکت میکنه و جریان الکترون ها به صورت دوامدار میتونه تطبیق شود. همین جریان الکترون ها که به شکل دوامدار و به صورت منظم تطبیق میشن یا حرکت الکترون ها به شکل دوامدار و به شکل منظم به نام جریان برق یاد میشه. جریان برقی که در همین دوره ما وجود داره. یک مسئله را هیچ وقت فراموش نکنید، اگر هر قسمتی از دوره را قطع کنید، دوره را از حالت بسته به یک دوره باز تبدیل کنید، جریان برق انتقال پیدا کرده نمیتونه. جریان برق تنها زمانی میتونه در همین دوره که براتون نشان دادم انتقال پیدا کنه یا الکترون ها بتونن که انتقال پیدا کنن، تنها زمانی این گپ صورت میگیره که دوره ما بسته باشه. هر قسمتی از دوره اگر باز شود الکترون ها حرکت منظم خود را به شکل دوامدار انجام دادن نمیتونن و در نتیجه جریان برق هم انتقال پیدا نمیکنه و گروپ روشن نمیشه و یک دوره باز هیچگاهی نمیتونه حرکت منظم و دوامدار الکترون ها را ایجاد کنه. بنابراین به خاطر اینکه الکترون ها بتونن به شکل منظم و دوامدار حرکت کنن نیاز به چی دارن؟ نیاز به یک دوره بسته دارن. خب شاگردای عزیز، همین دوره که ما براتون نشان دادم متشکل از یک سویچ، متشکل از یک گروپ مقداری سیم و یک منبع تولید جریان برق که بطری بود هست. این دوره عبارت از یک سرکت برقی می باشه. سرکت برقی چی هست؟ همین چارجی که از بطری خارج شد در سیم ها عبور کرد و از گروپ هم عبور کرد و گروپ را روشن کرد و دوباره به بطری برگشت. همین اتصال را به نام دوره یا سرکت یاد میکنه یا همین دوره را به نام سرکت هم یاد کرده میتونیم. بنابراین یک سرکت زمانی میتونه مکمل باشه که یک دوره بسته را ایجاد کرده باشه و در هیچ قسمتی از خود سرکت کدام بریدگی و یا کدام قسمت قطع شده یا باز شده موجود نباشه و از همه مهمتر منبعی وجود داشته باشه تا همین جریان برق را انتقال بده. منبعی که جریان برق را انتقال میده یا منبعی که قوه وارد میکنه بالای الکترون ها تا الکترون ها به حرکت بیاید چی هست؟ بطری هست. مثلا به خاطر موجودیت یک دوره مکمل یا یک سرکت مکمل به دو جزء بسیار اساسی نیاز هست. جزء اولی که وجود داره یا جزء اولی که نیاز هست این است که دوره ما بسته باشه. جزء دوم این است که منبعی که جریان برق را ایجاد میکنه الکترون ها را به حرکت میاره و یا قوه بالای الکترون ها وارد میکنه تا الکترون ها به حرکت بیاید باید موجود باشه که منبع ما در همین سرکت ساده که براتون نشان دادم چی هست؟ بطری هست. شاگرد عزیز، این بود از درس امروز ما. امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین. از شما میپرسم کسی در درس امروز سوالی یا مشکلی نداره؟ حلیمه جان بپرس. بسیار عالی. حلیمه جان میپرسه که جریان برق را تعریف کنیم. حلیمه جان خوب متوجه باش جریان برق چی هست. هر زمانی که الکترون ها در داخل یک دوره مکمل حرکات را انجام بدن، حرکات دوامدار و حرکات منظم را، حرکت دوامدار و حرکات منظم الکترون ها را در داخل یک دوره بسته به نام جریان برق یاد میکنن. فهمیدی حلیمه جان؟ بسیار عالی. کس دیگه سوال یا مشکلی نداره؟ بسیار خوب. شاگرد عزیز، این بود از درس امروز ما. امیدوار هستم با مفهوم جریان برق، با سرکت برقی و همین قسم با یک سرکت مکمل آشنا شده باشین. ما در درس امروز به شما 3 سوال را به حیث کارخانگی دارم. کارخانگی اولتان یا سوال اولی که به حیث کارخانگیتان هست این است که جریان برق را تعریف میکنید و میگین جریان برق چگونه ایجاد میشه. سوال دومتان این است که سرکت برقی را تعریف میکنید و اجزایش را نام میبرید. سوال سومتان این است که میگین یک سرکت برقی چه زمانی میتونه یک سرکت مکمل باشه.
این 3 سوال را در کتابچه هایتان نوشتن کنید. روز بعدی به صنف بیارین و درس ها را از ابتدای کتاب تا جایی که خواندیم تکرار کنید تا درس های اولی فراموشتان نشه. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.